سلام دوستان، خیلی خوش اومدیم به یه ویدیوی دیگه کانال نتچیل. یه آموزش کوتاه داریم امروز، آموزش ساخت پروکسی برای تلگرام. بدون معطلی بریم سراغ آموزش. یه کدیه من براتون توی کانال تلگرام میذارم، اینو کپی کنید همشو و تمام. میریم داخل سرور خارجمون، فقط هم خارج. خب من یه لحظه کلیر کنم، پیستش میکنیم و تمام. منتظر مونیم تا نصبش تمام بشه. منتظر میمونیم. خب اینجا میگه میخوای از پورت 443 استفاده کنم، من اینو میزنم میگم نه، یه پورت انتخاب کن، مثلا 65 56. اینجا میگه این رندوم سیکیوریتی که حالا کریت کردم میخوای استفاده کنی، من اینتر میزنم یعنی آره. اینجا گفته که میخوای چنلت رو بذاری برای حالا کسایی که وصل میشن به اون پروکسی، میخوای اون بالا چنل تو براشون بیاره که حالا ما نیاز نداریم. اینتر میزنیم. جو گفته enable the only mode، اینتر میزنیم. TLS only، اینتر و منتظر میمونیم تا کرکت بشه. واسه اینکه حالا چنلتون رو بذارین یه آموزش کوتاه میذارم حالا تو ویدیوی بعدی. اگر این ویدیو حمایت شد، ویدیو بعدی واسهتون میذارم و میتونید استفاده کنید و لذت شده باشید. خب اینجا 3 تا پروکسی به ما داد، اینا رو کپی میکنیم و من اینجا اینا رو میارم. خب اولی حالا کپی میکنم. اولی اکثرا روی گوشی ها کار نمیکنه، ولی روی پیسی من تست کردم اوکی بود، هیچ مشکلی نداشت. پیست میکنم. خب یه بار دیگه یه پینگ بگیریم ازش. خب بریم سراغ بعدی. اولیه بعضی وقتا کار نمیکنه، شانس ما هم کار نکردیم. ویدیو دومی هم تمام میکنیم. میبینید که دومی داره پینگ 453 میده. بذاریم تا کانکت بشه، یکم طول میکشه روی پی سی تا کانکت بشه. خب کانکت شد. میبینید که حالا من لاگین نکردم. سومی هم تست میکنم. خب سومی فقط واسه یه گوشی هستش که حالا نمیاره. چهارمی هم تست کنیم. بله، سومی و چهارمی هم که واسه گوشی هستن. این اولی حالا بعضی وقتا بعضی سرورها کار میکنه روی حالا پی سی، حالا بعضی وقتا هم که کار نمیکنه، ولی از دومی به بعد یعنی این 3 تا هیچ مشکلی ندارن و میتونید استفاده کنید. مرسی که تا اینجای ویدیو همراهمون بودین. تا ویدیو بعدی، بدرود.